سوال از جانب یک زن: برای چی زنها را خدا به 2 شوهر یا 3 شوهر یا 4 شوهر اجازت نداد؟ چگونه ای که مردها را به 4 زن اجازت داد؟ بخشش زیاد، ملال عصبی نشوید. الحمدلله که من عصبی هم نیستم، من هیچ وقت عصبی هم نمیشم. ما با این سوالم سوال هستی. برای این دانستن این خواهر عزیز ما لازم است و جای ملالیش هم نیست. چگونه که خواهر جمعه گذشته ما را سوالی داده بود که سوالی او را اگر چنده که ما مفصل هم نگفته باشم، ولی همون لازمی چیزی که در کار بود ما گفتیم، ولی بسیار چیزهایی داشتم در ذهنم که گویم، ولی به خاطر که باز آینده اینها را کسی گوش میکند، شاید که مثال باز هر کل بافته های در اطراف او جای کنند، منم خلاصش برای او گفتم. ولی این خواهر عزیز ما کسی باشد سوال دادن که برای چی خداوند برای مرد 4 زن اجازت داده است و برای زن 4 شوهر نه؟ اولا اگر شما فکر کنین وقتی که نمی کدام زن در روبروی شما ایستاده گوید برای چی شوهر 4 شوهر برای زن اجازت نیست، خودش سوال معنی ندارد. خودش سوالی به معنی. زیرا اینکه هر چیزی را که خداوند حرام گفت او به حکمت نیست. چیزی را که خدا حرام گفته حتمی حرام های پروردگار به ضرر ماست و به قدر و به قیمت شدن ماست. هیچ کدام حرام کرده پروردگار برای ما نفع بخشیدگی نیست یا قدر و قیمت ما را بلند کردگی نیست. شما فکر کنید چیزی را که خدا حرام گفته کنی بینین کننده های همون اجرا کننده های همون ها کیا هستند، چی منزلت دارند، چی آبرو دارند. اگر همین 4 روزه آبروی دنیا را شما در نظر داشته باشید این آبرو نیست. برای همین اولا خواهر عزیز خدا در قرآن شما می توانید که سوره نساء خود در اطراف زنها سوره آمده است به نام نساء یعنی زنها. در خود سوره زنها خدا داناست آیت 3 است. آیت 3 همین سوره نساء پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. خدا میگوید پس برای نفسهای خودتان ای مردها نکاح کنید 2 زن 3 زن 4 زن. یعنی بعضی ها میگن که مردها در 7 زن رواست، بعض مردها در مثال چند زن رواست. نه، اساسش برادر است همین آیت قرآن، آیت 3 از سوره مبارکه نساء. حالی امروز قرآن ها هم با کلیدکی تحلیل شده. شما میتونید قرآن ها را با حروف های عربیش هم که نفهمین با حروف های گویم کلیدکی روسی قدی هم تحلیل شدگی هم. شما میتونید که آیت 3 سوره نساء را تماشا کنید. خدا میگه 2 زن 3 زن 4 زن برای مردها حلال گردانید. اولا در جواب این خواهر ما این میرسد که آیت قرآن است. ما اطراف این محاکمت حق نداریم که گویم برای چی خدا 4 زن مرد حلال گفت و 4 شوهر به زن اجازت نمیدهد. اولا ما اطراف این در حقوق محاکمه نداریم، اطراف این کار کردن در حق نداریم، مگر بعض عقلهایی بودن که خب بعض حکمت های این آیت خبر دادن. بعض این آیت ها را این آیت حکمت هاش خبر دادن. یکم نسب بسیار نقش کلان می‌بازد. آقای خواهرای عزیز این 4 زنگی از اسلام این جانب پیش از اسلام تا 100 زن نداشتن. عدد معین نبود، چند زنی میگیری گرفتن بگیر. وقتی دینی اسلام آمد حتی که دیگر برای اونها محرم شدن گرفتن درست بود.
بعضی پدرها آیت قرآن است، بعضی پدرها وقتی که زنهاشون را سر میدادن فرزنداشون با نکاح کردن میگرفتن. ببینید سوره نیسا، خود سوره نیسا را تماشا کنید. زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده بود، یعنی فرزندان نکاح کردن میگرفتن. ولی این تازگی و این رعایه و این معرفت و این مدنیت از اسلام این جانب آمده ایستاده است. بی‌عدد بود زنهاشون. یکم نسب باید ثابت باشد. و این اگر یک زن شوهر دارد یا 3 شوهر دارد، آبی که در او داخل می شود وقتی مخلوط می شود عررش می شود، این نسب ایکی ثابت است. معلوم نیست این فرزند کیست. پگاه یک دعوا می شود، این از کی حساب کنیم، از کدام شوهر معلوم نیست. برای همین است که حتی در مذهب خودمان هم زنی که حامله دار باشد میگد نکاح کردنی اگر از یک مرد بیگانه حامله دار شد، یک انسان دیگر میخواهد که همه حامله دار نکاح کرده گیرد. فقهای ما و شما، عالمهای ما و شما رخصت دادن که نکاح کردن درست ولی با او همخوابه شدن نادرست تا وقتی که این فرزند تولد کند. زیرا نسب ای از فلانی معلوم است، اول تولد کند فقط نکاح کردنش درست، همخوابگیش درست نیست. برای یکون نسب است. نسب که ثابت نباشد، فرزند کی بودنش ثابت نباشد، این دنیا همه عبث میشود. دیگر اینها را با کی ازدواج میتی؟ چی میدانی که او دختری تا از بچه کی است؟ دیگر انت حرارش میشود یا غضب خدا میشود. دیگر دویم شوهر و سوم شوهر این مثل زنا هست. وقتی زنا که زیاد شد خداوند گفت مردن زیاد میشود، نابود شدن مردم، ویران شدن دنیا زیاد شدن میگیرد تا چند زنا زیاد شدن گیرد. دیگر پروردگار میگوید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا میگه ما از نفس شما مردها زنها را آفریدیم تا که در پهلوی اونها شما آرام گیرید. اگه تصور کن که زن خدا میگن ما از شما آفریدیم به خاطر که در پهلوی او تو آرامش پیدا کنی. اگر زنی 3 شوهر داشته باشه از کجا آرامش پیدا کنی میتونی؟ نه در پهلو که زن میافتی یا نه در شگرده از صحبت داره که شوی دویمش میدروید یا شوی سهمش میدروید. چی میشه حال؟ کنی راحت، کنی آرامش. بینید بین اینا چی جنجال میشه. برای خدا میگه لتسکنوا الیها، ما اینا را آفریدیم که در پهلویشان شما آرام گیرید. اما آرامش های بین نرود، دیگه آرامش نیست. این حکمت ها را ببینید. دکترها را پرسین که یک زن اگر 2 شوهر 3 شوهر 4 شوهر همخوابگی کند آیا نفس زن به ضرر میماند؟ جهت‌های طبیعیش هم. دیگر یک دلیلی گویم که عقلی، دلیل‌های عقلی. یک مرد 4 طفلی دارد، 4 طفلی. ببینید هر کدامش گویم که هر روز میپوشی، در نتیجه همین خیلی مدت زیاده برای تو بسنده است. ولی اگر یک طفلی را برای 4 کس بخری چه میشه؟ 4 کس یک طفلی را میپوشه، همین روزه تیکه تیکه میشه، تمام میشه. همین خیلی نیست اینه شما خودتان با همین ذهناتون فکراتون قدی کار کنید. برای من امکانیت ندارد خواهر عزیز، چیزی را که خدا میداند بنده نمیداند. چیزی را که خدا حرام گفته است
مهربانی خدا. چیزی را که حلال گفته است این مهربانی خدا برای بندگانش است.